گیاه هوم در روزگارانی که دو گروه نیاکان آریایی در کنار هم می‌زیستند، در کتاب‌هایشان از شربتی نام بردند که همراه با مراسم و تشریفاتی خاص تهیه و نوشیده می‌شده. خب دوستان عزیز، این گیاه هوم اسمش که در آیین زرتشت یه گیاه مقدسی بوده که در آیین باستانیشون، در آیین عید باستان یا مراسم خاصی که داشتن از این استفاده میکردن. خواستشو براتون توی کپشن میذارم. یکی از دوستان راجع به این یک کتاب نوشته و توضیحاتی که داده براتون میگم، خیلی به دردتون میخوره. تو آیین زرتشت از این استفاده میکردن، تو هوایی میکوبیدن و در مراسم خاص به عنوان یه چیز خیلی مقدس ازش استفاده میکردن. گیاه هوم یکی از قدیمی ترین گیاهان داروی جهانه که شاید بارها از اون به عنوان نسخه سرماخوردگی که دارای ماده شیمیایی لابراتوری پزودوفرین یا سودوافدرین هست استفاده کرده باشیم. کاربرد دارویی اون برای تسکین موقتی آبریزش بینی و گرفتگی و درد سینوسی ناشی از عفونت‌های مانند سرماخوردگی، آنفولانزا و برونشیت استفاده می شده. و مطلبی که در مورد اون کتابی که خوندم و گیاه هومه و عکس کتابو براتون گذاشتم که منبع علمیشو بدونین و استفاده کنین. من مریم عباسی هستم. مطالب علمی خوبی راجع به گیاهشناسی براتون میذارم. اگر دوستانی دارین که علاقه دارن به گیاهشناسی، حتما پیج بنده رو براشون بفرستین و با سابسکرایب کردن و فالو کردن پیج بنده رو دنبال کنین، چون مطالب خیلی خوبی بهتون آموزش میدم.